سلام، امید که صحت و سلامت باشین. در این ویدیو براتون چگونگی پلیس کردن و در سایت اصلی نشان میدم، یعنی برداشت پول از کمپانی که برای انداختین. کوتاه باید اشاره کنم که پلیس کردن هم به شکل خرید پکیج از سایت اصلی صورت میگیره و همچنین به شکل ارسال پول نقد، یعنی شما میتونین پول نقد به طرف مستحق روان کنین و یا پکیج مواد خوراکی باش خریداری کنین. در قدم اول میریم وارد براوزر خودمون میشیم که من از کروم استفاده میکنم. بعدا داخل پروفایل اصلی خودمون میشیم که چگونگی وارد شدن به پروفایل را در یک ویدیو جدا براتون نشان دادیم. حالا من سریع وارد میشم. خب وقتی اینجا آمدین در قسمت منیو را بالایش کلیک میکنین، آپشن کمپاینز را انتخاب میکنین. از اینجا هم کمپاین دلخواهیتون را که شما قبلا برای انداختین میآید و اینجا میتونین که کمپاین را که میخواین پلیس بکنین را در سایت اصیل انتخاب کنین. ما امی کمپاین اول را که میبینین امی را میخوایم که پلیس بکنیم. به خاطر از این کار میرین بالای امی کمپاین، مثلا روی عکسش کلیک میکنین، بعد کلیک کردین شما رو میبره به این صفحه. به این صفحه اومدین، اینجا چند آپشن دارین، مثلا about us, contribution us, send aid us, update us که اینا رو براتون تشریح میکنم. فعلا به خاطر اینکه شما پول ارسال بکنید چیکار باید بکنین. اول من اینجا براتون کوتاه تشریح میکنم که اینجا $5000 تارگت است که $80 اومده و $77 اینجا اویلیبل به من میتونم برداشت بکنم، یعنی که $30 کمیشن بانکی حساب میشه. بعد از این پایین به خاطر روان کردنش سنت هید را انتخاب میکنین. اینجا به شما دو آپشن میده، someone I know, let اصیل decide. به این معنی که این پول را چه قسم شما میخواین که برداشت بکنین. someone I know شخصی که شما مثلا خودتون میشناسین، به این معنی کسی که باش کمپاین کردین میخواین من به مو ارسال بکنم، یا همچنان مثلا نسبت به مشکلات به اون نفر اگر ارسال نمیشه میگه let اصیل decide، بگذار اصیل خودش تصمیم بگیره که به کدام شخص مستحق دیگه روان بکنه. من میگم نه، با someone I know با کسی که ما خودم میخوایم میره پول را میخوایم ارسال بکنم. اینجا بازم شما دو گزینه دارید، my امید ایدی است و other امید ایدی. my امید ایدی که است یعنی امید ایدی نفر ثبت نام نشده قبلا، من خودم برای امید ایدی میتونم بگم other امید ایدی، یعنی امید ایدی دیگه است. من بالای other امید ایدی کلیک میکنم، کلیک کردیم در قسمت سرچ و ایدی طرفی را که براش میخوایم کمک ارسال شه اینجا نوشته میکنیم. همچنین من اینجا امید ایدی رو نوشته میکنم و میخوایم اوردر را براش پلیس بکنم. بله، وقتی که شما اینجا آیدی را نوشته کردین بر شما همون نفر معلومات و مشخصاتش میآید. اینجا ببینید مشخصات کامل طرف و ما اومده. از این تمام معلوماتش به من نشان داده میشه که همین نفر از طریق ایمیل ما ثبت نام شده. حالا به خاطر اینکه بخوایم اوردر را براش پلیس بکنیم میایم روی معلومات از این طرف کلیک میکنیم که قسمت وقتی که چارچوکات ما این رنگ را بخواد گرفت گزینه نکست فال میشه. بعد از اینکه گزینه نکست فال شد میایم بالای همین کلیک میکنیم، بالای نکست البته. و بعد از اینکه پایین میبینید که اینجا سلکت پکیج است، یعنی اینجا چیز مهمی است که به اون طرف شما پکیج را انتخاب میکنید. میایم بالای سلکت پکیج انتخاب البته کلیک میکنیم. در قسمت سلکت پکیج شما چند چیز را میبینید. اولش خانه خالی میبینید، میگه پول نقد برش ارسال میکنید. اگه پول نقد ارسال کنین اونجا مقدارش را میزنین. اینجا هم بعضی پکیج ها هست که مربوط به سایت اصلی میشه، میتونین که از اینجا برش پکیج خریداری بکنین. البته پکیج میتونین قسمی خریداری بکنید که از $77 پایینتر باشه. و مثلا اینجا نمیتونین پکیج $80 رو به طرف ارسال بکنیم. میخوایم به طرف پول نقد ارسال بکنیم، اینجا هم کلیک میکنیم. وقتی کلیک کردین اینجا براتون میگه که مقدار پول را وارد بکنین. البته مقدار پول شما از 60 تا $500 میتونین به طرف ارسال بکنین. من مقدار پول رو نوشته میکنم که $77. بعد از اینکه 77 نوشته کردین میایین پایین، اینجا assign to package to all select امید ایدی را باش سلکت میکنین که فال شد. بعد از اینکه فال شد میین گزینه next در پایین بود کلیک میکنین. بعد از کلیک کردین شما را میاره به این صفحه. وقتی اینجا پایین میین ایت سامری هست که میگه یک پکیج باش ارسال کردی و این دومش که توتال ایت کش پکیج پرایس است که $60 به اون نفر نقد میره، $63 در دستش میرسه. دیگه سرویسی است که از طرف سایت 10% کات میشه. همچنین اتلان دلیوری است که $7 از این پول به خاطر دلیوریش کات میشه. وقتی پایین میین با پروف اف دلیوری سر میخورین که به این مطلب وقتی که دلیوری یا کسی که از شخص مستحق همین پکیج شما رو روان میکنه براتون چی سند روان بکنه، مقصد سند یعنی عکس روان بکنه، ویدیو روان بکنه. مثلا شما میتونین که بگین به ما عکس روان بکنه یا ویدیو روان بکنه. بعد از اینکه ویدیو روان کردین سند اید را میزنین. بعد از اینکه سند اید را زدین پول شما به طرف ارسال میشه. دیگه سند اید شد، یعنی پول شما به طرف ارسال شد. فعلا هم پیش شما چیز نموده. بالا میین اینجا ما کوتاه بگیم در قسمت about درباره همون پکیج شما معلومات میده. کانتریبیوت هست که چه کسی بر شما پول روان کرده. سند ایدم که میتونین از این طریق هم پیش برین و میتونین که از این طریق هم این کارو انجام بدین. و قسمت اپدیت میایین. اپدیت را وقتی شما خانه پول میکنین که پکیج شما به شخص مستحق بره و اینجا قسمت اپدیت معلومات رو درباره طرف اضافه میکنید که پول مثلا به خاطر چی نیاز داره. خب من در قسمت اپدیت اومدم نوشته کردم درباره از اینکه چرا ما میخوایم پول رو به طرف ارسال بکنیم. بعد از اینکه دلیل از این نوشته کردین که چرا پول رو به طرف مستحق روان کردین، میین اینجا در ارتباط به دلیلتون یک عکس اضافه میکنین. اینجا میام یک عکس نسخه‌اش مثلا اپلود میکنم که همون طرف ما ببینه. قسمت سوم یوتیوب لینک هست. اگر مثلا شما ویدیو گرفته باشین و ویدیو خودتون در یوتیوب اپلود کرده باشین میتونین که لینکش را این قسمت اضافه بکنین. این قسمت آپشنال است، اگر نباشه مشکل نداره. بعد از این میتونید بالای این قسمت کلیک کرده و اپدیت خود را ارسال بکنین. امیدوارم که چیزی را مخته باشین. تا ویدیو بعدی.